اما نفرات برتر رشته قرائت 28مین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کشور جمهوری اسلامی ایران، من تقاضا میکنم نام هر یک از نفرات برتر که برده شد تا انشالله در محضرشون باشیم شما هم تقدیر خودتون رو با ذکر درود و سلام و صلوات داشته باشید. دعوت میکنم از نفر اول رشته قرائت این دوره از مسابقات جناب آقای عباس هاشمی از کشور جمهوری اسلامی ایران. الحائز على الرتبة الأولى في مادة التلاوة عباس هاشمي من الجمهورية الإسلامية في إيران. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس این دوره از مسابقات و مبلغ 240 میلیون ریال تقدیم حضورشون میشه. مبارکشون باشه. حضرت الله گراکانی در محضرتون باشیم. ریاست محترم دیوان عالی کشور اصلاح میکنم. حضرت آیت الله گراکانی خواهش میکنم. دعوت میکنم از نفر دوم رشته قرائت این دوره از مسابقات از جناب آقای داروین حسیبوان بن صحیب الدین از کشور اندونزی. الحائز على الرتبة الثانية في مادة التلاوة من اندونيسيا القارئ داروين حسيبوان بن صحيب الدين. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس این دوره از مسابقات و مبلغ 180 میلیون ریال تقدیم حضورشون میشه. براشون آرزوی موفقیت میکنیم. شما هم تقدیر بفرمایید به برکت صلوات. دعوت میکنم از نفر سوم رشته قرائت این دوره از مسابقات از جناب آقای احمد بن یوسف الازهری از کشور بنگلادش. الحائز على الرتبة الثالثة في مادة التلاوة أحمد بن يوسف الأزهري من بنغلادش. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس این دوره از مسابقات و مبلغ 140 میلیون ریال تقدیم حضورشون خواهد شد. مبارکشون باشه. دعوت میکنم از نفر چهارم رشته قرائت 28مین دوره مسابقات بین المللی جناب آقای محمد علی الطاروتی از کشور مصر. الحائز على الرتبة الرابعة من جمهورية مصر العربية محمد علي الطاروطي. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس این دوره از مسابقات و مبلغ 110 میلیون ریال تقدیم حضورشون میشه. براشون آرزوی موفقیت داریم. اما دعوت میکنم از نفر پنجم رشته قرائت این دوره از مسابقات از جناب آقای سید تمرالدین صمدوف از کشور تاجیکستان. والحاصل على الرتبة الخامسة في مادة التلاوة سيد كمر الدين صمدوف من طاجيكستان. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 80 میلیون ریال تقدیم حضورشون خواهد شد. براشون آرزوی موفقیت میکنیم. برای همه قاریان شرکت کننده در 28مین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم کشور جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت میکنیم. شما هم تقدیر کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما نفرات برتر در رشته حفظ این دوره از مسابقات دعوت میکنم از نفر اول رشته حفظ کل قرآن کریم از جناب آقای مرتضی محمد نژاد از کشور جمهوری اسلامی ایران. الحاصل على الرتبة الأولى في مادة حفظ كل القرآن الكريم من الجمهورية الإسلامية في إيران مرتضى محمد نجاد. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 240 میلیون ریال تقدیم حضورشون خواهد شد. براشون آرزوی موفقیت میکنیم. دعوت میکنم از نفر دوم و نفر سوم رشته حفظ کل قرآن کریم از کشور عراق برادران عزیز و ارجمندم جناب آقای مقداد مظفر جاسم و جناب آقای فرهاد یونس حسن. والحاصل على الرتبة الثانية والثالثة من جمهورية العراق الحاصل على الرتبة الثانية مقداد مظفر جاسم والحاصل على الرتبة الثالثة فرهاد يونس حسن. یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 180 میلیون ریال نفر دوم و یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، تندیس و مبلغ 140 میلیون ریال تقدیم نفر سوم در این دوره از مسابقات میشه. دعوت میکنم از نفر چهارم
جناب آقای قاسم سکونا از کشور مالی. والحاصل على الرتبة الرابعة في مادة حفظ كل القرآن الكريم قاسم سكونة من جمهورية مالي. یک جلد کلام الله مجید لوح تقدیر تندیس 28مین دوره مسابقات بین المللی و مبلغ 110 میلیون ریال تقدیم حضورشون میشه. براشون آرزوی موفقیت داریم و دعوت میکنم از نفر پنجم رشته حفظ کل قرآن کریم جناب آقای ابراهیم رمضان شعبان از کشور تانزانیا. والحاصل على الرتبة الخامسة في مادة حفظ كل القرآن الكريم إبراهيم رمضان شعبان من تنزانيا. یک جلد کلام الله مجید لوح تقدیر تندیس 28مین دوره مسابقات بین المللی و مبلغ 80 میلیون ریال تقدیم حضورشون خواهد شد. برای برادر عزیزمون جناب آقای ابراهیم رمضان شعبان آرزوی موفقیت میکنیم. تقدیر کنید از همه حافظان کل قرآن کریم شرکت کننده در این دوره از مسابقات به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اما نفرات برتر پژوهش‌های قرآنی 28مین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کشور جمهوری اسلامی ایران دعوت میکنم از رتبه اول از جناب آقای دکتر مهدی اکبر نژاد و خانم‌ها سارا ساکی و نانسی ساکی از کشور ایران. أما الفائزون بجائزة التحقيق القرآني في الدورة 28 لمسابقات حفظ وتلاوة القرآن الكريم الحائز على الرتبة الأولى الدكتور مهدي أكبر نجات ومناصفة السيدات سارة ساكي ونانسي ساكي من الجمهورية الإسلامية في إيران. یک جلد کلام الله مجید لوح تقدیر تندیس و مبلغ 20 میلیون ریال تقدیم حضورشون خواهد شد. اما رتبه دوم در بخش پژوهش‌های قرآنی دعوت میکنم از جناب آقایان دکتر محمود کریمی و وحید خاصیان از کشور جمهوری اسلامی ایران. الحائز على الرتبة الثانية الدكتور محمود كريمي ومناصفة للدكتور وحيد خاصيان من الجمهورية الإسلامية في إيران. یک جلد کلام الله مجید لوح تقدیر تندیس و مبلغ 18 میلیون ریال تقدیم حضورشون خواهد شد. دعوت میکنم از رتبه سوم پژوهش‌های قرآنی جناب آقای دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی و جناب آقای علیرضا کوهی از کشور جمهوری اسلامی ایران. والحائز على الرتبة الثالثة الدكتور محمد تقي دياري بيدقلي ومناصفة مع الأستاذ علي رضا كوهي من الجمهورية الإسلامية في إيران. یک جلد کلام الله مجید لوح تقدیر تندیس و مبلغ 16 میلیون ریال مبارکشون باشه. براشون آرزوی موفقیت داریم. اما رتبه چهارم دعوت میکنم از جناب آقای دکتر محمد رضا مطر الشریفی از کشور عراق. والرتبة الرابعة الدكتور محمد رضا مطر الشريفي من جمهورية العراق. یک جلد کلام الله مجید لوح تقدیر تندیس و مبلغ 14 میلیون ریال تقدیم حضورشون خواهد شد. و دعوت میکنم از رتبه پنجم پژوهش‌های قرآنی 28مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جناب آقای دکتر احمد عبدالرحیم الصایح از کشور مصر. والحائز على الرتبة الخامسة الدكتور أحمد عبد الرحيم السائح من جمهورية مصر العربية. یک جلد کلام الله مجید لوح تقدیر تندیس و مبلغ 12 میلیون ریال تقدیم حضورشون خواهد شد. همه شرکت کنندگان در بخش‌های مختلف 28مین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم کشور جمهوری اسلامی ایران رو تقدیر کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.